وقتی که من ازدواج کردم شب اول عروس را آوردم خانه، گفت دیدم که عروسم خیلی زیباست. میگه پیش از اینکه به عروس نزدیک شوم از جای خود بلند شدم 2 رکعت نماز خواندم. خب به نماز گریه کردم که خدایا من کی بودم که تو یک نعمت بزرگ به من عطا کردی. حال عروس و داماد روز عروسی نماز نمیخوانند. عروس میگه آرایش من خراب میشه، داماد هم میگه آرایش من خراب میشه. داماد هم آرایش میکنه، ابروهایش میگیرن، مثلا دریش ماسک میگن دریش میزنن، خب سفیده میزنن، مویش پایینش صفر میکنن، بالایش مثل تاج خروس میمانن. میگه بعد از اینکه من سلام دور دادم دیدم که زنم به پشت سرم هم سر نماز است و گریه میکنه. برش گفتم تو به خاطر چی؟ گفت به خاطر که خدا ایت یک شوهر به من عطا کرده. برای من گفت که پیش از اینکه به من نزدیک شوی یک چند کلمه از من بشنو. گفتم خوب. گفت زن خود بخون عربی الحمدلله رب العالمین. بعد از این گفت که شوهر گرامی در بین قوم ما خیلی کسایی بود که ما به امرایش ازدواج میکردم و در بین قوم شما هم خیلی دخترایی بود که به امرایش ازدواج کرده میتوانستی، ولی الله تو را به من داد، مرا به تو داد. و شوهرم هر وقتی که خلاف دین ما کار انجام دادم جلو مرا بگیر، اگر از ادب و بی احترامی کردم مرا تنبیه بکن، آگاه بکن، نیاز شد مرا با چوب بزن مطابق شریعت. من هم یک چند جمله به تو میگم. او جمله میست که هر عیبی که به من دیدی به پدر و مادرت نگو، به خودم بگو، با محبت بگو. چه زیبا هست که زن پیش شوهر بشینه، شوهر پیش